اون وقت این بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران آتش زدن. بی عقلا نفهمیدن که خب این دوتا با هم نمیسازه که. جانم فدای ایران، قال انشالله قربون ایران برید شما. اما کی تا حالا شما این تیپ های اینجوری کی تا حالا در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردن؟ در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده. 300,000 شهید دوران دفاع مقدس کیا بودن؟ بعد از اون شهدایی که ما داشتیم کیا بودن؟ همین بچه‌های مؤمن و انقلابی بودن که از کشورشون دفاع کردن در مقابل ضد انقلاب، در مقابل مهاجم خارجی، در مقابل آمریکا. شما کی قربون ایران رفتید که میگید فدای ایران؟ میگه فدای ایران، بعد میاد پرچم آتش میزنه. این واقعا نشون دهنده بی‌عقلی نیست؟